زندگی مسابقه نیست، یک مسیر یادگیریه. هر تجربه، هر شکست، هر لبخند یه تیکه از پازل رشد توه. حالا یه لحظه چشاتو ببند، یه نفس عمیق بکش و از درونت بخواه که آروم بشه. با خودت بگو من در مسیر درستی هستم، هرچند هنوز مقصد رو نمیبینم. من به مسیرم اعتماد دارم، چون میدونم هر قدمی که برمیدارم منو نزدیکتر میکنه به نوری که قرار زندگیمو روشن کنه. آره، اگه خستم اما هنوز امید دارم. اگه زمین خوردم هنوز در حال یادگیریم. و اگر